خب همونطور که عرض کردم، برای اینکه اون مشکل اروری که میداد برای هیلو فیت و اینها ما اون رو برطرف کنیم، ما میایم یه پارامتر اضافی وارد می‌کنیم. یعنی اون مثالمون رو حالا می‌خواستیم مثال ساده بزنیم بدون وارد کردن پارامتر جدید، ولی یه خورده پیشرفته ترش می‌کنیم که یه پارامتر اضافی وارد می‌کنیم. در واقع اینکه شما بتونید یک پارامتر وارد کنید تو این کد، این خودش یک چیزه دیگه، یک نکته هستش که بهتره که یاد بگیرید. حالا پارامتر رو چی مثلا وارد کنیم؟ مثلا یه پارامتر به اسم فرض کنید آلفا وارد می‌کنم. پارامتر آلفا رو به عنوان یه ضریب داخل این سینوس وارد میکنم. یعنی سینوس کی به کی پیوت که اینجا هستش، یه پارامتر آلفا توش ضرب میکنم برای اینکه بتونم با اون آلفا داخل سینوس رو کنترل کنم. یعنی مثلا کوچیک بزرگ بودنش رو بتونم کنترل کنم. البته این کاری که من دارم میکنم چیزه دیگه، بازی ریاضی، یعنی خیلی توی مدله دیگه، اصلا اینطوری درست نیست و شما قطعا باید اول یه مدل فیزیکی داشته باشید، تئوری داشته باشید، بعد بیاید برای اون طیف توانش حساب کنید و این چیزا. ولی من برای که فعلا یه مثال ساده که حالا خیلی هم دور از واقعیت نیست، یعنی خب مدل هایی داریم به این شکل که اینطور روستانی رفتار میکنه طیف توانش رو، من یه مثال خیلی ساده میخوام که با یه پارامتر اضافی این رو بهتون نشون بدم. پس عرض کنم یه پارامتر به نام آلفا وارد میکنم. حالا من این پارامتر آلفا رو میخوام داخل سینوس ضرب کنم. به این شکل می‌نویسم 20% آلفا ضرب داره پرانتز باز تا آخر اینجا. البته این پرانتز باز بسته اینجا لزومی نداشت، ولی جهت احتیاط گذاشتم که به پرانتز باز بسته کرد. حالا ممکنه شما همینجا تعجب کنید که این که آلفا نیست، این که شما نوشتی با اف. آلفایی که ما میشناسیم توی انگلیسی حرف یونانی آلفا رو با پی اچ می‌نویسن، چرا با اف نوشتی؟ این از اون کاره یه چیز دیگه، کاره عجیب غریبی که توی این برنامه‌نویسی مجبور انجام بدیم. اونم به این علت که این کد رو ما از پایه ننوشتیم و همه متغیرش خبر نداریم که چه کجاها تو این همه فایل F90 که داره چه متغیری ممکنه توش وجود داشته باشه. ممکنه مثلا اگر من آلفا رو با PH بنویسم، ممکنه جاهای دیگه کد آلفا واقعا به همون شکل تعریف شده باشه به یه منظور دیگه، به یه مقدار دیگه. خب یعنی یه جای دیگه مقدار دیگه بگیره و ممکنه با این آلفا اگه اونجوری بنویسم ممکنه با این میکس بشه و برای اینکه این اتفاق نیفته و جهت احتیاط به یه شکل عجیب غریب می‌نویسم. مثلا من یه زمانی خودم مثلا اگر فرض می‌خواستم آلفا بنویسم، یه دونه عدد بهش اضافه مثلا آلفا 1 یا آلفا 2 مثلا یه چیز اینجوری می‌نوشتم که متفاوتی، احتمال اینکه به کار رفته باشه ضعیف، مثلا آلفا 22 برفرض. خب ولی برای سادگی همینجوری آلفا با اف می‌نویسم. اینو وارد کردم. حالا ولی این آلفا رو این شکلی وارد کردن کفایت نمیکنه، باید یه جایی بهش بگید که بیاد متغیر رو مقدار بگیره و بعد جاهای دیگه هم باید تعریفش کنید. کجا مثلا باید تعریف کنید؟ خب این آلفا رو الان اینجا آوردم، شما بیاید بالاتر ابتدای همین فایل اینیشیال پاور رو اگر دقت بفرمایید مثلا اینجا که داره خودش متغیرایی که پیش‌فرض هست رو تعریف میکنه، شما هم باید بیاید اینجا تعریف کنید متغیرتون رو. مثلا ریل دی ال، یه متغیر ریل دارم تعریف میکنم، دابل پرسیژن، اسمش میذارم آلفا. یه مقدار پیش‌فرضی هم حالا بهتره که براش بذارید که اگه یه وقتی مقدار از بیرون بشنید خودشون مقدار پیش‌فرضی بده. پس اینو نوشتم. بعد بیایم پایین‌تر اینجا که فعلا نیازی نیست، پس تو این فانکشن اسکیلر پاور هم وارد کردم. یه جای دیگه هم باید این رو تعریف کنم که از فایل ورودی مقدار بگیره. ببینید الان داخل این کد شما اگر تغییر ایجاد کنید، پارامتر جدیدی وارد کنید، ولی فایل ورودیتون معرفیش نکنید، مقدار نمیگیره و یه جواب بی ربطی بهتون میده. بنابراین باید بیایم پایین‌تر، شبیه به اینجایی که داره متغیرهای خودش رو مقدار میگیره از بیرون. نظر این بزرگ اسکیل شده، من چشم خوب نمی‌بینم. اجازه بدید. آها اینجا. خب مثلا اینجا که داره NS رو مقدار میگیره، اگر ببینید اینجا مثلا فرض کنید که اینجا داره NS رو میخونه. خب شما کافیه که زیر همین
مثلا برای این متغیر خودتون بیاید همینو تعریف کنید به این شکل که به جای اینجا NS باید بنویسید آلفا و انتها که نوشته اسپکترال اسکیل اسپکترال ایندکس، بیاید مثلا بنویسید که چه میدونم همون آلفا خودتون، مثلا آلفا یا همچین، حالا هر چی که دوست دارید. این چیز این مهم نیست، این فقط یه اسمه که اینجا می نویسید. خب الان تو این فایل تغییر رو ایجاد کردیم، ولی تو فایل اینیشیال فایلمون، این جایی که فایل پارامترهای ورودی رو میگیره، فایل اولیه‌مون هستش، این آلفا وارد نشده. من اونجا نگفتم مقدار بهش بدم، که ننوشتم که مقدار بهش بدم. میام همینجا مثلا زیر این اسپکترال ایندکس می نویسم آلفا. حالا آلفا رو بهش یه مقدار میدم، مثلا فرض کنید که 1000. خب حالا این تغییرات ایجاد کردم، چون تو سورس فایل تغییرات ایجاد کردم، ابتدا میام میک کلین میکنم و بعد میکش میکنم. خب کلا با برنامه‌نویسی و کارهای کامپیوتری که میکنید و اینا باید یه مقداری صبور باشید. شما رو تئوری خب آدم دست خودشه دیگه، حالا تئوری رو خوب بلد باشه، تریکای ریاضی خوب بتونه بزنه، محاسبات مسلط باشه، دست خودش. ولی کامپیوتر که کار میکنید، چون ببخشید زبان نفهمه کامپیوتر خیلی حالیش نیست، باید صبر کنید که والا خودش هر وقت خالی کرد کامپایل شه، یا مثلا ارور ممکن ارور بده، هزار تا از این اتفاق. واقعا باید صبور باشید و خیلی از این اتفاقا میفته، ارور عجیب غریب میده که ممکنه روزها شاید هم هفته ها آدم رو درگیری کنه بفهمه که این ارورش ناشی از چیه، و یه مقداری حوصله میخواد دیگه، آدم باید صبور باشه. خب حالا اسم خروجیش رو چی گذاشته بودم؟ اسم خروجیش رو تو این فایل اینیشیال پاور هم گذاشته بودم. کجا بود؟ گذاشته بودم فکر کنم مدل 4 اگه ببخشید مای مدل 1 گذاشتم. حالا من الان که کامپایل شد اروری هم نداد، حالا رانش میکنم ببینم خروجیش چی میشه. پلانک. خب همینجا به وضوح چند تا چیز رو میبینید. نگاه کنید سیگما 8 تو مدل لامدا سی دی ام چقدر بود؟ حدوداً 85 صدم بود. خب یعنی شده 4 صدم. سیگما 8ش به وضوح کمتر شده. حالا از همینجا اگر یه خورده تئوری و ایناشو بدونید، یه سرم تجربه تو این کد داشته باشید، میفهمید که احتمالاً باید با یه طیف توانی با دامنه خیلی کم روبرو بشیم نسبت به طیف توان لامدا سی دی. بعد بالا هم اگر نگاه کنید، حالا از اینجا خیلی شاید چیزی مشخص نشه، ولی حالا از همین سیگما 8ش میشه حدس زد که احتمالاً دامنش کم. خب من الان میخوام پلاتش کنم ببینم که چی میشه. اول اون طیف توان اصلیم که معیارم هستش رو اونو پلات میکنم. لاین 23 اسمش هم میتونیم فکر کنم اینجوری بود، مثلا لامدا سی دی میذارم اسمشو. آره این یه لژند هم اینجا گذاشتم لامدا سی دی. بعد یه دونه دیگه پلات میکنم مای مدل 1 اسکیلر سی ال اس ویت لاین 23 تی، مثلا مای مدل اسمش میذارم. خب کجاست اصلا مای مدل؟ فکر کنم تو اعماق زمین فرو رفت. میبینید چقدر کوچیکه دامنش؟ بذار خودشو تنها پلات کنم ببینید اینو قیافشو. خیلی چیزه، خیلی کوچیکه. شاید بذارید اینو ببینم بزرگتر کنیم. ببین اصلا چیز درست حسابی تولید نکنه. بذارید اون دامنه اون پارامتر رو بزرگترش کنم، شاید اون درست بشه. یه ذره دامنه اون پارامتر آلفا رو بیشتر کنم، مثلا به جای 1000 بذارم 1/10. ببینیم تغییرش چقدر محسوس میشه. باز ارور داد. بذارید 100 بذارم شاید. خب باز این یه ذره بهتره.
اعماق زمین فرو رفت. خب شاید ما داریم آلفا رو که اینجا درست خوندیم. بله آلفا این رو دابل. اوکی. خب شاید که اینم که داره درست، آلفا هم بالا درست نوشتیم. شاید اینجا ما یه چیزی رو درست ننوشتیم. 20% آلفا. بله بفهم. چی؟ تو فایل این، تو فایلی که پارامترها خونده میشه این اوکیه. در واقع این فقط لیبلش یه جورایی، ولی توی کد با آلفا این پایین نگاه کنید نوشتم که کجا بود؟ اینجا آلفا رو این شکل نوشتم، اینم آلفا. خب حالا بریم ببینیم که شاید یه جایی رو ما باید مقدار میدادیم که نه. این آلفا رو اینجا نوشتیم درسته و اینم که درسته. یه بار من NS رو چک کنم، اینم که درسته. خب حالا ببینیم شاید یه ذره مقدار شما به کوچولو مثلا تغییر بدیم، شاید تغییر ایجاد بشه. این چیز دیگه شما ممکنه از این اتفاقا خیلی داشته باشید توی کد هاتون. باز این مقدارش پرت شد، دوباره اینو ببینیم بزرگترش کنیم ببینیم. خب توشو ببینیم اصلا توش چی هست. شاید فایلمون اصلا خالیه، این داره اینطوری پلات میکنه. بذارید توی آوتپوت بریم. gedit my model 1 scalar cls with line ببخشید gedit که with line نداره. خب نه مقدارم داره ولی مقدارش خیلی کوچیکه. ببینید مقدارش فوق العاده کوچیکه. یه بار دیگه ما پلاتش کنیم شاید که بتونیم. این گیر کرده. یه بار گنو پلات اینو بزرگتر کنم. خب ست لوگ اسکیلش میکنیم اول، بعد پلاتش میکنیم مای مدل یک اسکیلر CLS ویس لاین ویس 3. الان یه چیزایی اومد ولی خب خیلی قاطی پاتیه دیگه، خیلی شکلش به هم ریخته است. خب چون که چیزا دیگه مدلمون، یعنی این پارامترامون رو ما نمیدونیم دقیقاً برای چقدر باید بذاریم و اینا از این اتفاقا میتونه بیفته. حالا مثلا بیایم اینو چه میدونم مثلا بذاریم 9000 ببینیم تغییر ایجاد میشه یا نه. یه بار خروجی بگیریم ازش. توی پوشه قبلیش بود در واقع کم بلانک. خب خیلی حساس، میبینید خیلی خیلی حساسه به تغییر این. یعنی مثلا اینو صفر گذاشتیم 9000 بذاریم. خب حالا ما یه بار دیگه ریپلاتش کنیم. خب یه خورده این چون ما مدلمون در واقع مدل فیزیکش رو بررسی نکنیم شکلش اینجوری هستش. ولی خب شما اگر مدل فیزیکی داشته باشید که واقعا نظر فیزیکی مطمئن باشید رفتارش درسته و پرایور برای پارامتراتون داشته باشید، یعنی بدونید که پارامتراتون در چه اوردری باید تغییر کنه، اون وقت جوابتون معقول تره. الان خب درسته یه چیزی حساب کرده ولی خب خیلی شبیه اون طیف توان استاندارد نیست. این طبیعیه، خیلی از اتفاقا ممکنه بیفته و شما باید حتما چک کنید که اون پرایور پارامترتون چقدره. مثلا شما اگر که همین پارامتری که الان من دارم تغییرش میدم الان از اوردر مثلا 1000 زیر 1/100 هستش، ممکنه شما اگر فرض نداشته باشید براش ممکنه که مثلا به جای از مرتبه 1000 مثلا بذارید از مرتبه مثلا 1، از مرتبه 2 مثلا بذارید 100 مثلا. خب باشه جوابتون خیلی عجیب و غریب تر خواهد شد. برای باید حتما یک از فیزیکتون یه چیزی فرضی داشته باشید برای حدود پارامتراتون. شما حالا الان بریم تو MCMCش نمیتونید هر چیزی که کلا بازتون رو کلا از منفی بینایت تا مثبت بینایت بذارید. باید یه فرض فیزیکی داشته باشید که این پارامتراتون تو چه رنجی باید تغییر کنه. بالاخره اون کد MCMC تون درسته شما باز بذارید ممکنه بالاخره بعد از زمان طولانی یه جایی بالاخره لوکالایز بشه و یه جواب بهتون بده، ولی اینکه جوابتون معقول باشه و بتونید به صورت فیزیکی بهش اعتماد کنید، این باید حتما یک پیش‌فرض‌های پشتش داشته باشه که
بدونید تو چه رنجی باید بذارید. نمیتونید مثلا آیا رنجش از تو زیر 1 بین 0 و 1 منفی مثبت از مرتبه مثلا گیگا نمیدونم ترای چیه. اینو باید حتما یه فرضیه براش داشته باشید. حالا میتونیم حالا این مثال رو یه خورده شاید میتونیم مثلا تابش رو شاید یه خورده بتونیم نمایی هم میتونیم امتحان کنیم ببینیم چه شکلی میشه. به جای یعنی سینوس بذاریم مثلا چی؟ اکسپوننشیال چی؟ اکسپوننشیال مثلا همین اینو بذاریم خود این اصلا کلا سینوس رو به جاش اکسپوننشیال بذاریم اونجوری شاید البته فکر کنم بدتر بشه. بعد احتمالاً منفی باشه توش، یعنی یه منفی آلفا ضرب در فلان باشه احتمالاً، چون اکسپوننشیال مثبت بذارید مثبت بذاریم شما پیشنهاد میکنید بذاریم ببینیم ما که مشکل نداره. خب ببینیم مثبت بذاریم چی میشه. خب یه بار پس باید میک کلینش کنیم دوباره و باید میکش کنیم. این یه سری مدل های نوسانی هستش تقریبا همین فرم هست، همین در واقع سینوس توش ضرب میشه ولی یه چیزای اضافه میشه. یعنی اگر الان حضور ذهن ندارم ولی فکر کنم یه ترمای دیگه هم توش هستش، یعنی سینوس خالی ضرب نمیشه، ترمای دیگه داره که اونا اوکی هستش. حالا باید نگاه کنم دقیقاً شکلش چه شکلی است ولی شما میتونید چیزای مختلف بدید. حالا اینا که ما داریم مثال میزنیم که کاملا آنالیتیک هست و خب بهتر رفتار میکنه، ولی شما میتونید کاملا یه چیز نیومریکی داشته باشید که الان میبینید اینجا ما برای آنالیتیک برای یه تغییر کوچیک تو پارامتر چقدر تو جواب ممکنه تاثیر بذاره، اصلا ممکنه که کد واگرا بشه. اونجا به صورت نیومریک خیلی خیلی حساس تره، یعنی شما باید واقعا با دقت کدتون نوشته باشید، قبلش بیرونش تست کرده باشید، دقتش رو مطمئن باشید. اینم حواستون باشه کدی که از بیرون مینویسید یه کدی که واقعا الحاق میکنید به کمپ باید حتما چک کنید که دقت اون مثلا محاسبه که انجام میدید انتگرالی میگیره یا مود دیفرنسی حل میکنه با این کمپ سازگار باشه. یه وقتی ممکنه که پرسیژن شما با این سازگار نباشه، مثلا فرض کنید که این کم توی بازه هایی در واقع مثلا با حساب میکنه پرسیژنش یه چیزی هست، شما پرسیژنش یه چیز دیگه است، وقت ممکنه که جواب هاتون کاملا نامعقول بشه. خب ببینیم الان چی میشه. ریپلات کنیم. انگار فرقی نکرد، شاید این نفهمیده عوضش کردیم. چرا نکردیم؟ من فکر میکنم که چرا دیگه الان میکش کردیم بعد اینجا آلفا را که خب چرا نگفتید اکسپوننشیال ببخش من میشه یه ذره بلندتر بفهم. نه اینا سوال خوبی میپرسن، حالا اینو میرسیم بهش ولی اینو حواستون باشه. ببینید این کاری که من دارم میکنم برای اینیشیال پاور، برای مدل تورمیه. خب سوالشون در واقع معطوف به اینه که الان این کاری که من دارم میکنم برای تورمه، خب برای مدل تورمیه، ولی اگر که شما مدل غیر تورمی داشتید، مثلا مدل مودیفاید گراویتی داشتید، مدل مثلا وریبل دارک انرژی داشتید، یه چیز دیگه ای باشه که مربوط به مثلا بک‌گراند باشه، بخش دارک انرژی اکسپنشن دست بزنید یا اصلا جاهای دیگر رو دست بزنید، نمیدونم هر چیزی که دیگه ای باشه غیر از تورم، شما اینجا دیگه نباید تغییر ایجاد کنید، باید برید تو فایل equations.f90
و اونجا معادلاتتون بنویسید و پارامتراتون هم اونجا وارد کنید. اونجا ولی معرفی پارامتراتون متفاوت است، یعنی فقط الان تو اینیشیال پاور ما فقط توی اینیشیال پاور تغییر ایجاد کردیم، جای دیگه تو سورس تغییر ایجاد نکردیم. توی equations.f90 اگر پارامتر جدیدی وارد میکنید جاهای دیگه کد هم باید تغییر بدید، فقط اونجا نیستش. خب اون یه ذره پیچیده‌تر میشه و اون یه خورده داستانش متفاوت میشه. حالا اینو فعلا ببینیم اول این جواب میده یا نه که پلانک. خب الان فکر کنم که بهتر شد. یه بار دیگه ما این گنو پلات هر از گاهی گیر میکنه، مجبورم که تب جدید باز کنم. خب حالا ما پلاتش کنیم دوباره ببینیم چه شکلی میشه. فکر کنم اوضاعش بهتر شد. اسکیل x پلات کن مثلا چیو مای مدل 1 اسکیلر بیسلاین لاین ویس 3. خب خب این بهتر شد. آره این بهتر شد. حالا میتونیم با اون حالت استانداردمون هم مقایسه کنیم. اسمش چی بود؟ پلانک 2018 اسکیلر CLS بیسلاین لاین ویس 3. خب خیلی نزدیکن و هر یه جاهایش تفاوت داره. اگه با دقت نگاه کنیم بسید اینجا مثلا یک کوچولو تفاوت. احتمالاً اگر اون آلفا رو عوض کنم یه خورده بهتر بشه. خب شاید اینو مثلا بکنیمش چون 1/100 ببینیم جواب میده یا نه یا ارور میده. باز چی؟ آره سیگمنتش بهترش مثلا طیف هم تقریبا رو همونه، یعنی شبیه همون طیف استاندارده و فکر میکنم بازم این میتونیم اینو بازم بیشترش کنیم، مثلا 1/10 بذاریم. 2 الان اینجا خب باز چیز ارور ده. حالا بازم باید مثلا بریم 500 ببینیم شاید این دوستان این چیزی که الان این فرآیند که میبینید که هی داریم تغییر میدیم، حالا بریم تو بخش MCMCش میبینید که این فرآیند اتفاقا خیلی مهم هستش از این جهت که شما حدودی برای پارامتراتون ببینید. چی شد این 1/100 جواب نداد؟ شاید کوچیک‌تر شد. 1/100 جواب شاید مثلا 2 چی 3 اصلا ببینیم چی میشه. خب بعد ریپلات کن. خیلی تغییر ایجاد نمی‌کنه. حالا یه تغییرات کوچیکی هست ولی خب دیگه خیلی چیز نیست. ولی خب به هر حال اثر تغییر مدل رو میشه دید رو این. در واقع مدلتون یه مقداری که متفاوت میشه میتونید تغییرش رو بدید. حالا این اکسپوننشیالی که دوستان پیشنهاد دادن نزدیک به همین طیف عادی، ولی الان ما یه پارامتر جدید وارد کردیم که اینجا شما دارید میبینید که اثر تغییر طیف توان چه شکلی هست. پس تو این فایل اینیشیال پاور ما فقط میتونیم طیف توان و در واقع فیزیک کیهان اولیه‌ام رو معرفی کنیم. من یه چیزی رو فکر می‌کنم باید میگفتم، شاید هم خودتون میدونستید، ولی اگر صحبت‌های دکتر فیروزی و دکتر موحدی روز دقت کرده باشین اونجا اشاره شد. این چیزی که می‌بینید که الان شکلش این طیف توان در واقع یه انتگراله، اصطلاحاً انتگرال لاین اف سایت که توسط زالدریگوز سلجاک اولین بار توضیح داده شد، ارائه شد، که در واقع روی مسیر فوتون ها از زمان لست اسکاترینگ، از زمانی که فوتون ها منتشره تا اینجا روی خط دیدمون اصطلاحاً انتگرال لاین اف سایت گرفته میشه و همه اثرات سرراهی که از اون ارلی یونیورس تا اثرات سرراهی که اینجا بوده همه روی فوتون ها ثبت شده و این انتگرال حاصلش به ما این شکل رو میده. خب و اون انتگرال طیف توان که اگر انتگرالش رو ببینید توش چند تا بخش داره. یه بخشش مربوط به افت و خیزای مثلا دمایی فوتون ها هستش، حالا میتونه قطبش هم باشه، که اون افت و خیزها از حل همزمان فکر کنم مولوش 11 تا معادله دیفرانسیل برای ال های مختلف از L2 تا ال مثلا 2500 به صورت بازگشت اینا رو حل میکنن و تو اون انتگرال میذارن. یه بخش دیگه یه تابعی ضرب میشه که بهش میگن اینیشیال پاور اسپکتروم که از شرایط اولیه رو تعیین کنه، از طیف از تورمیه. در واقع مدل ارلی یونیورسمون اون طیف توان اینیشیال رو به ما میده. خب پس
الان این اثر تغییر این که تو اینجا تو این شکل با تغییر مدل تورمیمون این شکل این طیف تغییر میکنه، ناشی از این هستش که تو اون انتگرالی که این طیف رو به من میده، این پلات رو به من میده، من یه تابعی مربوط به کیهان اولیه توش دارم، یه طیف توان تورمی توش دارم که اون باید توش باشه و رو اون انتگرال اثر میذاره و حاصلش میشه این. خب پس این شکل در واقع این کل این کد کم میشه گفت که در واقع کل بیشتر مهمترین کاری که میکنه اینه که اون انتگرال لاین آف سایت رو حساب میکنه برای افت و خیزهای مختلف، برای اون مجموعه اون اجزای کیهانی که هستش. چیزای دیگه هم میده. شاید من یه چیزی که یادم رفت بگم و شاید برای بعضیتون که تو حوزه لارج اسکیل استراکچر کار میکنید یا استراکچر فرمیشن کار میکنید، طیف توان ماده هست. اینم بهتون بگم که دیده باشید. مثلا فرض کنید که این فایلی که اینجا هست که اسمش هست پلانک 2018 ماتر پاور، مربوط به طیف توان ماده هستش. اگر این رو بخوایم ببینیم داخلش چی هست، شما میتونید با دستور جی ادیت پلانک 2018 ماتر پاور این رو داخلش رو ببینید که دو تا ستون بیشتر نداره. یکیش K و H که ویو نامبره و ستون دوم P هست، طیف توان ماده از P K هستش. این اگر پلاتش کنیم، پلات کن مثلا پلانک 2018 ماتر پاور ویس لاین ویس مثلا 3. خب یه ذره چیزش بذار این چون اسکیلاش متفاوته، باید اینو یه بار دیگه ببندمش. باید اینو اگزیت کنم چون من با دستی زومش کردم، یه خورده این باید که یه بار ببندم بازش کنم تا درست بشه. خب من یه بار دیگه وارد گنوپلات میشم. حالا برای اینکه این طیف توان رو بتونیم به شکل درستی ببینیم، باید دو تا محور رو لوگاریتمی کنیم، ست لوگ اسکیل x و لوگ اسکیل y. بعد پلات کن چی و پلانک 2018 ماتر پاور ویس لاین ویس 3. خب الان این شکل اگر ببینید توی کتاب ها، مقاله ها و خود تکست استاندارد کیهانشناسی این شکل براتون آشنا است. محور افقی ویو نامبر هست، محور عمودی ماتر پاور هستش و اینم طیف توان معروفی هستش که برای ماده است که با از رصدهای استراکچر فرمیشن روش قید میذارن، از رصدهای سی ام بی روش قید میذارن. این نوساناتی هم که اینجا با موسرم نشون میدم چی هم؟ به اینا در واقع نوسانات مربوط به اثرات بارینوکاستیک آسیلیشن و این چیزا هستش که اینجا میبینید. با همین میتونید شما کار دیگه انجام بدید، در واقع میتونید محاسبات دیگه ای رو هم از روی همین طیف توان استخراج کنید. یه فایل دیگه هم اینجا هستش که اینم بد نیست ببینید، اونم فایلی هستش که اینو ببندم. یه فایل دیگه هم اینجا هستش ببینید، اونم به اسم ترانسفر فانکشن هست. اگر اینجا دقت بفرمایید یه فایل اسمش ترانسفر اوت که در واقع ترانسفر فانکشن های مربوط به اجزای مختلف اختلال هامون رو اینجا نوشته توش. حالا این فایل خیلی ستوناش زیاد هست، اینجا یه ذره نمایشش بد شده چون اسکیل شده، ولی ستون اولش در واقع ویو نامبر است، دومی ترانسفر فانکشن مربوط به کل دارک ماتر، باریوم، فوتون، نوترینو، نمیدونم چیزای مختلف، سرعتاشون چیزای این شکلی که همشون مربوط به استراکچر فرمیشن میشن. اینم بعضی جاها به درتون میخوره، مثلا تو بعضی محاسبات لازم هستش که شما ترانسفر فانکشن جدا داشته باشید، تو مثلا چیز دیگه ضرب کنید، محاسبه روش انجام بدید و اینم فایلی است که بعضی ازش استفاده میکنن. خب حالا از اینا بگذریم. وقتمون فکر کنم مونده چقدر مونده؟ 3 تا 4 و نیم وقت داریم، 45 دقیقه تقریبا وقته. خب اجازه بدید اول من برم بخش MCMC هم یک مختصر خدمتتون عرض کنم تا فرصت باقی، چون باید کلاس و مونته پایتون هم بگم خدمتتون. خب این کد رو اگر کازم MCMC به طور کامل نصب کرده باشید، کامپایل کرده باشید، حالا من چون همونطور که قبلا هم ذکر شده و دوستان خیلیاتون ازم پرسید، تو این کارگاه قرار نبود با نصب این نرم افزارا بپردازیم، ولی برای فقط جهت توضیح که شاید بعضیتون بعداً بتونید خودتون نصب کنید، این کل کد کازم MCMC بخش کاملش، یعنی بخش کم به شما با همین کامپایلرهای اوپن سورس لینوکس میتونید کامپایلش کنید و مشکلی نداره.
ولی بخش MCMCش که شما میتونید با داده های رصدی مختلف قید بذارید، حتما نیاز هستش که کامپایلر اینتل فورتران داشته باشید و خب این کامپایلر اینتل فورتران چیز دیگه غیر رایگانه و تجاریه و باید خودتون به طرقی که میتونید به دست بیارید. به همین دلیل در واقع برای اینکه بتونید کل کد رو به طور کامل کامپایل کنید لازم هستش که از کامپایلر اینتل استفاده کنید. بازم یک اشاره کوچیک کنم، یه سریاتون هم مکبوک سری ام داشتید که پردازندش اینتل نیست و مال خود اپل و ایناست. اونا داستانش متفاوته، واقعا نمیدونم آیا اینتل کامپایلر مخصوص اون پردازنده ها رو زده یا نه، اینو من واقعا اطلاع ندارم. ممکنه یه سریتون به همین دلیل مشکل خورده باشید، نتونسته باشید استفاده کنید و کامپایل کنید. اونا رو واقعا باید از یه متخصص کامپیوتری که یا سرچ کنید یا از یک کسی که واقعا حرفه‌ای تو این چیزا سیستم وارد هستش از اون بپرسید. ولی با فرض اینکه نصب کردید، اگر کامل نصب کرده باشید، یه فایل اکزیکیوتیبلی به نام کازما ام سی اینجا ساخته میشه که در واقع فایل اصلی هستش که شما میتونید ران کنید کدتون رو و به صورت در واقع عملیاتی ازش استفاده کنید. ولی قبل از اینکه ران کنید این کد رو، شما یه سری چیزها رو میتونید توش بررسی کنید و ببینید که کدوم آپشن‌ها رو میخواید روشن باشه، کدوم نمیخواید روشن باشه. کازما ام سی خیلی آپشن داره و واقعا نیاز هستش که یه مقدار زیادی شما با چیزای مباحث تحلیل داده و الگوریتم‌های ماکسیمم لایکلیهود آنالیز و نمیدونم الگوریتم‌های ام سی ام سی به خوبی آشنایی داشته باشید و بدونید که هر کدومشون به چه دردی میخوره و اثرش چی است. ولی اگر به طور خیلی ساده اگر بخوام شروع کنم، اولا که ران کردنش خیلی ساده است، یعنی شما فقط مثل همون کافی که بگید نقطه اسلش کازما ام سی یا بک اسلش کازما ام سی test.ion یه فایل ورودی بهش بدید و این شروع میکنه ران کردن. ولی این فایل test.ion شما باید تنظیماتش انجام بدید، یعنی بگید که مثلا چه داده هایی رو میخوام چه داده هایی رو نمیخوام. من یه فایلی برای خودم اینجا ساختم از قبل، اگر ببینم کدومش باشه. اصلا نیازم نیست که فایلی بسازید، همین فایلی که خودش هست رو هم میتونید شما برای خودتون تغییرش بدید. من این فایل test.ion رو باز میکنم و خدمتتون عرض میکنم که هر کدومش چی هست. ببینید ابتدای این فایل ورودیتون با خوندن اینکه شما چه کاتالوگ ها و چه داده هایی رو میخواید استفاده کنید آغاز میشه. خودشون به صورت پیش‌فرض فایلی که قرار دادن مثلا BK15 روشن گذاشتن که مربوط به رصد بایسپ و کیک و پلانک میشه، تلسکوپ های بایسپ و کیک و پلانک به صورت مشترک آنالیز که انجام دادن. یه کاتالوگی درست کردن که اینجا شما میتونید روشن بذارید یا خاموش بذارید. روشن خاموشش هم با چیه؟ این علامت هشتگ یه جوری. خب بعد مثلا یکی دیگه حالا ابزرویشن دس داره که اینجا سروی خودش روشن گذاشته، باز شما بسته به کارتون میتونید روشن بذارید یا خاموش بذارید. یه نکته کنکوری هم بگم، ببین این که شما چه ابزرویشن روشن بذارید یا خاموش بذارید این خودش یک مهارت، یک داستانه. یعنی اینجوری نیست که شما مثلا خب همه ابزرویشن روشن بذارم همه ابزرویشن خاموش بذارم، دل بخواه هر کدوم دوست داشتم روشن بذارم هر کدوم خاموش بذارم. این واقعا یه ذره نیاز به این داره که شما برید اون مقالات هر کدوم از این سروی‌ها، مقالاتی که تیمشون منتشر کردن، مقالات تکنیکالشون رو بخونید، خیلی جزئیات داره. ببینید که خب یه سریشون اصلا تو مقاله خودشون گفتن که مثلا این داده های ما با فلان داده کانفلیکت داره، درست نیست با هم استفاده کنید. یه سریشون نگفتن، باید بخونید خودتون بفهمید. بعضی از اینها رو اگر با هم روشن بذارید ممکنه نتایجش رو بدتر کنه، بعضیشون با هم روشن بذارید بهتر میکنه. اینا واقعا یه ذره تکنیکاله. یه سریشون اصلا مرتبط، یه سریشون مرتبط نیست. مثلا اگر شما میخواید مدلتون در سطح بک‌گراند نگاه کنید، لزومی نداره مثلا کاتالوگای سونیاف زلدویچ پلانک رو هم روشن بذارید. خب یا مثلا کاتالوگ چه میدونم گراویتیشنال ویک لنزینگ مثلا دس یا مثلا کیتس رو روشن بذارید. اینا هر کدومشون داستانی داره برای خودشون و باید اینا رو حواستون باشه. بعضیشون با هم دیگه بدتر میکنه نتایجو، بعضیشون بهتر میکنه. اینا رو باید دقت داشته باشید.
پس این بخش اولش فقط کاتالوگاتون رو میخواین داده میخواین. یه فایل اینجا وجود داره نمیشه جنرال سیتینگز که فایلی هستش که تنظیمات کلی برای همه ران ها رو توش داره. حالا این رو بعدا میرسیم بهش. بخش دیگه شما خیلی بهش کاری نداریم، اینا رو فعلا باش کار نداریم. یه بخشی داره پروپوزال میتریکس که اینو شما میتونید روشن بذارید، میتونید خاموش بذارید، ولی اینم باید حواستون باشه. بهتره برای ران اولتون همیشه وقتی که میخواید به صورت خام یه ران اولی بگید اینو خاموش بذارید، اصلا این جلوشو خالی بذارید. اینو میگم بهتون چی هست و به چه دردی میخوره. این میتونه در برخی جاها کمک کنه به بهبود نتایجتون و همگرا شدن بهتر نتایجتون. بعد یه جای نوشته که روت دایرکتوری اینجا که آدرس پوشه‌ای که فولدری که فایل هاتون زنجیرهای مارکوفتون توش ذخیره میشه رو به شما بهش بگید. در واقع تعیین میکنید، میگه که مثلا وقتی MCMC رو رام میکنم زنجیره مارکوفم کجا باید ذخیره بشه، تو چه پوشه‌ای باید ذخیره بشه. بعد جای دیگه که باید شما حواستون باشه فایل روت هست که اینجا اسمش خودش گذاشته پیش‌فرض تست. این فایل روت شما اگر ران کنید، حالا ران میکنید میبینید وقتی ران کنید هی شروع میکنه زنجیره مارکوفی ساخته شدن که پریفکسشون با اون اسمی که شما تعیین کردید شروع میشه. مثلا تست مثلا آندردان 1.txt، تست مثلا آندردان 1. مثلا نمیدونم لاگ مثلا، همینجوری با همین شروع تست فلان تست فلان. خب اینم میتونید خودتون تعیین کنید. خب پایین‌تر نگاه کنید، خط 41 مهم، اینو حواستون باشه. نوشته اکشن، حالا خودش یعنی در واقع من فکر کنم گذاشتم 0، خودش پیش‌فرضش 4 بود. این اکشن خودش اینجا یه توضیح داده، گفته که اگر 0 بذارید، اکشن مقدارش رو بذارید 0، رانز چینز یعنی چینای مارکوف چین ران میکنه و MCMC شروع میکنه. اگر بذارید 1، ایمپورتر سامپلز میگیره، یعنی یه چیزی هستش، یه بالا در واقع یه روشی هستش برای تحلیل بهتر مثلا کاتالوگ‌های مختلفتونه که استفاده میکنید، میتونید از این ایمپورتر سامپل استفاده کنید. این یه ذره تخصصی فعلا باهاش کاری نداریم. 2 مینیمایز اینم بهش کار نداریم. 4 فقط یه تسته، برای که کدتون ببینه که کدتون کار میکنه یا کار نمیکنه. 4 رو میتونید روشن بذارید. ولی برای اهداف ما که میخوایم MCMC ران کنیم همیشه اکشن 0ش مهم هست و بهتره اکشن 0ش روشن باشه. این بخش دیگه هم کاری نداریم بهش، اینا رو همه رو بذارید بشه. یه بخشی هم که ممکنه براتون مهم باشه این بخش چک پوینت هست. چک پوینت همیشه ترو بذارید. ببینید این کدهایی که ما امروز کار میکنیم بیشترشون، حالا هم کازمو ام سی، هم کلاس و مونت پایتون و هم گجت که انشالله برسیم بهشون، اینا همه کدایی هستش که واقعا به لحاظ سخت افزاری کدهای سنگینی هستن، ریسورس سخت افزاری زیادی میخواید شما و زمان بر هستن. اغلب ران هاتون ممکنه طول بکشه، زمان ببره. خب واسه مدلتون، واسه داده که استفاده میکنید ممکنه زمانتون از چند ساعت تا مثلا شاید چند هفته طول بکشه روی کامپیوترتون. این چک پوینت به این کمک میکنه که به هر دلیلی اگر اتفاقی شما رانتون متوقف شد، اجرای برنامه‌تون متوقف شد، یه اتفاق افتاد، دستتون خورد، مثلا ترمینال بس، کامپیوتر خاموش شد، برق قطع شد، هر اتفاق، چون شهاب سنگ خورد وسط زمین، هر چیزی که شد، این اگه چک پوینت روشن باشه بعدن که بیاید ران کنید از ادامهش رو پیش میره. خب یعنی ادامهش رو ران میکنه و دیگه لازم نیست دوباره بیاد از ابتدا دوباره از صفر ران کنه. مثلا فرض کنید که دکتر ببخشید یه جوکی بگم اینجا، این شهاب سنگ بخوره میمونه سیستم و اینا که بعداً ران بشه؟ یه بخش دیگه بخش کفارش میخوره، بخش مسلمینش نه حالا مزاح کردم. شهاب سنگ کوچیک مثلا در حد که دایناسور رو نابود کرد شاید زنده بود. بعد حالا این چک پوینت رو ترو بذارید به این کمک میکنه که از اول ران نکنید، بتونه در واقع از ادامهش ران کنه. بقیه آپشناش هم پیشنهاد میکنم اگر بلد نیستید دست نزنید. مثلا سامپلینگ متد رو باید واقعا بدونید چیه، خودش پیش‌فرض که گذاشته اوکیه، ولی اگر واقعا اینقدر متخصص هستید توی کارهای محاسباتی و دیتا آنالیز و اینا، میتونید با اینا بازی. خودش توی اون داکیومنتیشن توضیح داده که هر کدوم از این اعدادی که هستش به چه معنا هست، که مثلا چه متدهای MCMC استفاده میکنه. بعد سیگما 8 هم که خودش ترو هست، اینا رو پس ما دست نمیزنیم. فقط
من چون میخوام یه تست کوچولی ران کوچولو براتون انجام بدم ببینید که چه اتفاقی میفته، با این کاتالوگایی که اینجا نوشته من دوست ندارم ران بشه، اینا به دردم نمیخوره. میخوام مثلا فرض کنید که با کاتالوگ پلانک ران بشه، میخوام با داده‌های پلانک 2018 ران بشه، ببینم چه جوری میشه. خب پس اینا رو من کامنت میکنم و میام چیکار میکنم؟ میام یه فایل دیگه وجود داره اینجا به نام تست پلانک، میام اینو باز میکنم، تست آندرلاین پلانک. این کاتالوگی که اینجا نوشته اینا رو کاپی میکنم از اینجا و میارم داخل این. حالا میتونستید این کارم نکنید، میتونستید مستقیم تست پلانک رو ران کنید، ولی من دوست دارم که همش توی فایل باشه که بتونم همش یه جا داشته باشم. بعد این لنزینگش هم باید بالا می بود، من اشتباهی آوردم، بذار اینو بردارم که اینجا لنزینگ بود. بعد ببینید کاتالوگای دیگه هم خوش پایین روشن گذاشته، ولی اینا رو فعلا دوست ندارم روشن چون خیلی سنگین میشه، خیلی زمان میبره. این بی ای او رو خاموش میکنم، پانتون هم خاموش میکنم. پانتون یه کاتالوگ برای سوپرنووا هستش که تعدادی فکر کنم بیش از 1000 تا سوپرنووا داخلش هست داده هاش. بی ای او هم فعلا خاموش میکنم. این لنزینگ هم چون اثرات غیر خطی وارد میکنه و طولانی میشه، اینم فعلا خاموش میکنم. فقط خود پلانک خالی رو راه میکنم. البته میتونم حالا فعلا همینه باشه. یعنی اینی که نوشتم بچه‌ها اینو دقت کنید، ببخشید بچه‌ها یا بزرگتر هر کسی که هستن، این کاتالوگا اینا خودشون داستانی دارن. یعنی این اسما چی ان و چه معنا ان. مقالات پلانک از 2013 حالا به خصوص 2018 بخونید اونها هم کافیه، ولی 2013 تا 2018 مقالات که تیم پلانک منتشر کرد اینا رو برید حتما نگاه کنید اگر واقعا با داده سی ام میخواید کار کنید. اینا رو همه رو توضیح دادن که اینا چی هست. یا خود یه ویکی چیزام داره، خود یه ویکی هم داره، ویکی‌پدیا مانندی هم داره پلانک، اونا رو میتونید از اونجا هم بخونید که این کاتالوگ‌ها هر کدوم به چه معنا هستن. حالا فقط بخوام اشاره کنم این کاتالوگ که اینجا پیش‌فرض روشن هست، اینجا هم خودش نمیشه های ال پلیک، در واقع برای نتایج پلانک برای الهای بیش از سی، خب بیش از سی بهش میگه های ال، که ترکیب هم تی تی داره، هم قطب دمایی داره، یعنی کارلیشن دما با دما، هم تی ای کراس کارلیشن دما و قطبش، و هم خود قطبش با قطبش. خب تی 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 ای ای ای. خب ولی های ال این پایینی فقط تمپرچر لو ال یعنی زیر سی هست، و این هم که اینجا گذاشته برای لو ال ای ای هست، یعنی قطبش ال های پای. این اگر ران کنید، این ستاره روشن کنید، کل پلانک رو دارید، پلانک کامل دمایی قطبش رو دارید و فقط هم پلانک دیگه، یعنی دمایی قطبش با همه. دیده مقاله رو دیده باشیم مثلا میگن که نتایج اون برای تمپرچر و پولاریزیشن مثلا پلانک اینه. خب پس این سه تا مال پلانک دمایی قطبش که روشن میتونید بذارید. خب من الان این سه تا روشن گذاشتم، الان این فایل تستم آماده است. خب ولی شما ممکنه بگید که خب حالا پارامتراتون کجاست؟ پارامتر فیزیکیتون کجا بهش میگید که من چه پارامتری رو میخوام تغییر کنه، تو کجا بگرده؟ در واقع تو الگوریتم MCMC ما یه فضای پارامتری داریم شبیه رندوم واک است که شما تو فیزیک ترمودینامیک و آماری و اینا میخونید، که یک مثلا یه بازه برای هر کدوم از پارامترها بازه مشخص میکنه. مثلا میگه اومگا باریونیک هم تو این بازه باشه، کل دایرکت مکتر هم تو این بازه بگرد دنبالش، و این شروع میکنه با الگوریتم MCMC به صورت رندوم عدد تو اون بازه رندوم عدد جنریت میکنه. هر بار اون عدد سمپل رندومی که تولید کرده میفرسته داخل کم، مثلا چگالی ماده فلان پارامتر کیانشه میفرسته داخل کم به صورت تئوری بر اساس اون پارامتر رندوم حساب میکنه. MCMCش میاد اون چیزی که کم حساب کرده، مثلا طیف توان تئوری که حساب کرده بر اساس پارامتر رندوم، میاد با ابزرویشن داده ابزرویشن داره مقایسه میکنه، کای اسکیو رو حساب میکنه. بعد طبق اون الگوریتم ماکسیمم لایکلیهود آنالیز اگر در واقع لایکلیهود ماکسیمم بشه هی بررسی میکنه، اگه ماکسیمم بشه اوکی، هی استپ با استپ اونقدر میره اینجا تا به بهتر مقدار برسه. یعنی یه حدی برای شما میتونید تعیین کنید که بگید که مثلا دیگه به این حد که رسید یعنی که همگرا شده و دیگه تموم هست، یعنی بیست فیتتون اونجا به دست بیارید.
حالا ما تو یه فایل دیگه ای باید این پارامترامون مشخص کنیم، بگیم مثلا این 5 تا پارامتر، 6 تا پارامتر، 10 تا پارامتر من هست. شما تو این بازاری که من بهت میگم با این استپایی که من میگم، گام‌های تصادفی بردار و به صورت فرآیند مارکوف بیا سامپل درست کن و بفرست داخل کد کم، بعد بیا مثلا ماکسیمم لایکلیهود حساب کن و همینطور پیش برو تا جایی که برسی به بهترین مقداری که باید باشه. حالا کجا این فایل و پارامترها رو من میتونم پیدا کنم؟ توی پوشه بچ 3 اگر برید یه فایل هست به نام params cmb defaults. اگر اینو باز کنید params cmb defaults، خب اینجا رو نگاه کنید. اینجا یه سری پارامتر از پیش‌فرض داره که حالا ما بعضیشون کار نداریم. مثلا تانسوری رو شما میتونید روشن بذارید یا خاموش بذارید. نمیدونم این اینفلیشن کانسیستنسی رو بهتره اغلب روشن بذارید که مثلا با اون شرایطی که ما مطمئنیم برای اینفلیشن باید تطابق داشته باشه. اگر اختلال تانسوری دارید میتونید اسپکترال ایندکس تانسوری و رانینگش رو اینجا تعیین کنید. اگر این ندارید حالا ولش میکنید، همینجوری صفر بذارید باشه. بی بی این کانسیستنسی هم بهتره همیشه روشن باشه. اینجا هم مدل هیلو فیتتون رو مشخص کنید که مثلا از چه فانکشنی برای هیلو فیتتون استفاده میکنید. برای فیتینگ فانکشنی که برای هیلو ها دارید کدوم هستش؟ پیش‌فرضش 5، میتونید همین روشن بذارید. من خودم مثلا اغلب این تو نتایجی که به دست میارم دیدم که این 4ش بهتر رفتار میکنه. اینجا مثلا من اینو به جاش میذارم 4. بعد اینجا برای H0 تون مقدار هابلتون میتونید مینیمم و ماکسیمم مشخص کنید که تو چه بازه بگرده. و بعد بیایم پایینتر، اینجا پارامترهای کیهانشناسی که میشناسید اینجا شروع میشه. مثلا اومگا باریونیک، اومگا کول دارک ماتر، تتای لاسیسکاردینگ سرفیس، اپتیکال دپستون و چیزای دیگه. اینو دقت کنید دوستان. ببینید اینجا در واقع شما این سنترال ولیوتون هست، یعنی اینکه گام‌های تصادفیتون از اینجا شروع میشه. برای هر کدوم از پارامتر اینجا تعیین میکنید هولوش این شروع بشه. بعد مینیمم ماکسیممتون هم اینجا مشخص. این مینیمم، این ماکسیمم، اینا هم در واقع استپ های گام‌های تصادفیتون است برای هر کدوم از این پارامترها که میتونید اینجا براش تعیین کنید. الان اینجا 4 تا پارامتر اینجا روشن هست. وقتی که اینجوری هستش یعنی اینکه شما این پارامتراتون آزاد هست که تو این فضا اینا بگرده و بیس فیتش پیدا کنه. اینا که جلوشون یه عدد نوشته شده به معنی این هستش که فیکس هستند و تغییر نمیکنن. شما اجازه تغییر بهش نمیدید. یه سری پارامترهای غیر استاندارد هست، یعنی مدل های مثلا اکستنشن لامدا سیدیم هستن. نمیدونم مثلا چه میدونم مثلا یه دارک ماتر خاصی ممکنه در نظر بگیرید یا مدل خاصی برای نوترینو داشته باشید. یه سریشون اکستنشن هستن و ممکنه که شما دوست نداشته باشید اصلا استفاده کنید. ولی این بخش مربوط به تورمتون، این NS اینجا تعیین میشه و همینطور AS تون، اسکیلر امپلیتیودتون، که اینم ادبیاتش رو دقت کنید دوستان. این ببینید، فکر کنم هایلایتش کنم شاید بهتری بشه. اینجا که نوشته لوگ A، ببینید شما توی حالت عادیتون AS مثلا می‌نویسید AS در K به توان NS منهای 1، ولی اینجا از جهت برنامه‌نویسی اومده اون AS رو به صورت لوگ A نوشته. بعد لوگ A خودش چیه؟ اینه 10 به توان ln 10 به توان 10 ضرب در AS. یعنی این عددی که اینجا نوشته مثلا 305 ln 10 به توان 10 AS، یعنی باید شما یه بار اکسپوننشیال بگیرید از این بعد تقسیم بر 10 به توان 10 کنید تازه بشه AS. اگر این کارو بکنید اصلا اوردر همون 2.1 ضرب 10 به توان منهای 9 به دست میاد. پس اینو حواستون باشه. این چیه؟ این در واقع 10 به توان ln 10 به توان 10 AS. خب شما چی می‌خواستید بپرسید؟ اینجا جوابشی بده؟ نه به سنتر تقریبا مهم نیست. خب این بازه ابتدای پایانی مهمه. خب یعنی بالاخره سنترتون، مثلا سنترتون اگر نزدیک باشه اون جواب بسفیتی که واقعا باید به دست بیارید، مثلا فرض کنید که مقدار یه پارامتر هم مثلا بسفیت هم 1/100 حالا با یه اروریه. خب اگر من چیزم سنترال ولیو مثلا بذارم چه مثلا 9000 که نزدیک به 1/100 هست،
زودتر احتمالاً به اون جواب برسم، یعنی باعث میشه که سریعتر به اون برسم. ولی اگر مثلا بذارم مثلا 9/10 بذارم، بالاخره توی زمان طولانی‌تر میرسه به اون 1/100. این سنتراله خیلی مهم نیستش واقعا، یعنی فقط اگه حدستون خوب باشه ممکنه کمک کنه زودتر به جواب برسه، ولی تو این بازه بالاخره میگه اونقدر میگرده که برسه به اون بست فیت. خب پس اینو دقت داشته باشید تو این فایل. حالا رانش کنیم. رانش چجوریه دوستان؟ رانش اینطوریه که شما اگر سینگل کور باشه کامپیوترتون، خب خیلی راحت میتونید بگید که کازما ام سی فایل ورودیتون مثلا test.ini و رانش کنید. خب ولی اگر که سینگل کور نباشه، پیشنهاد میکنم این نباشه، کلا دوستانی که میخوان با این نرم افزار کار کنن واقعا پیشنهاد میکنم که کامپیوتر رو لپتاپ که واقعا طولانی مدت ران نکنید، مگر که لپتاپتون از این لپتاپ گیمینگ خیلی خوب باشه. ولی اگر روی کامپیوتری میخواید ران کنید بهتره که مالتی کور باشه، مالتیپل کور باشه، یعنی باید حداقل 2 هسته و بالاتر داشته باشید که بتونید روی کورهای مختلف ران کنید. این کد و همه این کدایی که امروز میگم به صورتی نوشته که پارالل ران بشن. یعنی مثلا الان این کد پیش‌فرضش 4 میلیون استپه، یعنی پیش‌فرضش اینه که ماکسیموم، حالا تنظیماتش هست بهتون نشون میدم، 4 میلیون استپ رو پیش بره ماکسیموم. خب میتونید اون رو تغییر بدید، هر چی دوست دارید بذارید، ولی معمولا زیر 4 میلیون استپ همگرا میشه اگه جای کد خطا نداشته باشه، مثلا زیر تا 100,000 تا زیر 100,000 تا همگرا بشه. ولی این 4 میلیون، فرض کنید 4 میلیون استپ میره، اگر شما روی سینگل کور ران کنید 4 میلیون استپ سینگل کور باید بره، ولی اگر رو 4 تا کور ران کنید این 4 میلیون استپو میشکنه، 1 میلیون روی این کور، 1 میلیون روی این کور، رو 4 تا هسته پخش میکنه و بعدش اینا رو جواباشو مرج میکنه و این کمک میکنه سریعتر پارالل پیش میرن. خب این پارالل بودنش به این درم، شما هر چقدر رو کورهای بیشتر بتونید ران کنید سریعتر به جواب میرسید. الان مثلا نگاه کنید اینه که تیمای مشهور مثلا خود تیم پلانک اغلب کاراشو با همین کد انجام، با همین نرم افزار انجام میده و خب اونا کامپیوتری که دارن سوپر کامپیوتری که مثلا چند هزار تا هسته دارن و مثلا رو چند هزار تا هسته ران میکنه و خیلی سریع به جواب میرسه. خب حالا پس اگر سینگل کور باشه اینه، اگر غیر سینگل کور باشه مالتیپل کور باشه چجور ران میکنید؟ میگید MPI run یا MPI exec، فرق نمیکنه. number of processor مثلا چند تا بهش، مثلا 4 تا بهش میدم ببینم که چی میشه. کازما ام سی test.ini. خب الان داره ران میشه، درسته؟ ببینید اینجا الان من رانش کردم رو 4 تا هسته و داره ران میشه. یه سری اطلاعات می نویسم مثلا در مورد اون داده هایی که داره استفاده میکنه که هر کدومشون چی هستن و اینجا اگر دقت کنید نمیشه 27 تا پارامتر. ممکنه بگید که 27 تا پارامتر از کجا اومده؟ مگه مدل استاندارد که میشناسین چیزی که من بهتون نشون دادم 6 تا پارامتر بیشتر داشته در حالت عادی. اومگای ماتر، اومگای کل دارک ماتر، باریون، تتای سی ام بی، اپتیکال دپت 4 تا، AES پارامتر تورمی در واقع دامنه اختلالی تورمی و NAS اسپکترال ایندکس 6 تا. 27 از کجا اومده؟ کی میتونه بگه؟ 21 دیگه‌اش از کجاست؟ میشه بلندتر بگید؟ درس آزادی سرشون نکنه زیر آب. نه ببین پارامتر درس آزادی الان این پارامتر چیزه دیگه، پارامتری که داره واقعا روش حرکت میکنن و اینا. خب این که تو این کد که حالا با فیزیک بنیادی اینا کاری رو نداره. خب این در واقع 6 تا پارامتر خودش هم نوشته، ببین 6 تا اسلو، 6 تا پارامتر اسلو نوشته. یه الگوریتمی هست بهم میگن الگوریتم فست اسلو، حالا باید اینو بخونید توی تحلیل داده بهش میگن که پارامترها رو تقسیم بندی میکنه به صورت فست و اسلو. این پارامترهای فیزیکیمون تو این کد، تو منطق این کد پارامتر فیزیکیمون، اونایی که واقعا مربوط به فیزیک کیهانمون هستن، اونا به صورت اسلو معمولا طبقه بندی میشن. 21ش فسته. این پارامترهای که اضافه 21 پارامتر از کجا میان؟ مربوط به خود اون ابزرویشنمون هستن. بالاخره شما مثلا ابزرویشن مثل پلانک یه سری پارامتر کالیبریشن داره، یه سری پارامتر مربوط به خود اون ابزرویشن داره. خب الان از کجا میان؟ بذارید نشونتون بدم این پارامترها کجا میتونید ببینید.
حواستون باشه این پارامترها باید وقتی که اگر فول ران، اگر به صورت کامل میاد داده پلانکو یا هر داده دیگه ران میکنه، باید اون پارامترها به اون ابزرویشن هم ران بشن. خب اونا هم باید آزاد بشن، نه یه وقتی اونا رو فیکس کنید. اونم به این شکله که این اگر بخوام نشونتون بدم که این پارامترها کجا هستن، توی پوشه کازم ام سی پوشه بچ 3 اگر بیاید، الان من تو این فایل ورودیم، تو اینو ببندیم، تو این فایل ورودیم چه کاتالوگی استفاده کردم؟ تو پوشه بچ 3 کاتالوگ پیلیک فلان اینو استفاده کردم. این فایلش رو پیدا میکنم، بیایم پایین، پیلیک TTTE اینه، درسته؟ اینو باز کنیم، ببینید اینا همه پارامترهای مربوط به خود اون ابزرویشن هستن، خود اون رصد مربوط به تلسکوپ پلانک هستن که مثلا چه میدونم نویز کهکشانه، نمیدونم نویز آبجکت استروفیزیکی، خیلی چیزای دیگه هستش. پس مربوط به خود اون ابزرویشن هستن. اگر داده های دیگر هم ران کنید، اونا هم خودشون یه سری پارامتر اصطلاحاً بهش میگن پارامتر نویسینس، خب که اینا هم باید تغییر کنن، اینا هم باید شما اجازه بدید که روی اینا هم تغییر پیدا کنه. ولی چیزی که در نهایت به شما به عنوان خروجی میده قید روی پارامتر فیزیکیتونه، یعنی به شما بست فیت برای مثلا پارامتر نویسینستون نمیده، برای پارامتر مربوط ابزرویشن نمیده، فقط برای پارامتر فیزیکیتون میده. حالا میخوام نشونتون بدم که الان این داره چه اتفاق پشت پردهش میفته. الان داره MCMC راه میشه. الان نگاه کنید نوشته استارتینگ مونته کاردو، خب داره MCMC راه میکنه. این کجا داره این بلاهایی سرش میاد؟ اگر بیایم عقب‌تر توی پوشه کازم MCMC پوشه اسم نام چینز، فایلمون ورودیاش اسمش چی بود؟ ورودی مشترکشون چی بود؟ تست بود، درسته؟ و روی 4 تا کورم ران کردم. اینا قبلی ها رو اگر که حالا اینا در واقع فایلی هستش که هست وجود داره، ولی اینایی که من الان دارم ران میکنم اینایی هستش که آندرلاین 1 آندرلاین 2 آندرلاین 3 آندرلاین 4 داره. خب رو 4 تا کور ران کردم، 4 تا فایل چین تولید شد. یعنی هر کدوم از این چینا، ببینید این تست 1 تست 2 و تست 3 تا تست 4، اینا هر کدومشون دارن روی یکی از کورها به صورت پارالل آپدیت میشه. نگاه کنید داخلشون رو باز کنم ببینید چی هست. این چیه؟ فایلی که میبینید اینا گام های مارکوفتونه، اینا هر استپ های مارکوفتونه. الان اینا ببینید، مثلا اینا ببینید این چه عددیه؟ 2 ای به توان 1 ای 1، یعنی چی؟ یعنی 2. این گام دوم مارکوفتونه. این پارامترهای فیزیکیتونه. این الان چیزه، این ln کای 2 لگاریتم کای اسکوئر. خب این اومگا بارینیتون، اومگا کل دارک ماتر، تتاتون، تا همینجور پارامترهای مختلف. این یه بلاکه. بعد میرید پایینتر، بلاک دوم استپ 7، استپ 7 مارکوف، دوباره پارامتراتون. میره پایینتر بلاک بعدی دوباره برمیگرده مثلا استپ چیه؟ استپ 10 فکر کنم. بعد پس رو 4 تا کور ران کردم، 4 تا فایل تکستن که 4 تا فایل پر از استپای مارکوف پارالل دارن، هر کدومش این آپدیت میشن. الان اگر این پیش بره نگاه کنید میگه ریلود کن. چرا؟ چون فایل آپدیت شد، یعنی این استپا پیش رفت، یه سری چیز دیگه تولید شد. حالا این فایل داره همینجوری آپدیت میشه، خروجی تولید میکنه و سعی میکنه که در واقع برسونه به این مقداری که مینیمم بشه و بتونه به ما جواب بده، بسفیت پیدا کنه و این داره همینطور پیش میره. ولی شما میتونید که در واقع میتونید که بهش بگید که یه جای متوقف بشه. اگر بخواید متوقف کنید کد رو، مثلا به هر دلیلی میخواید که ادامه پیدا نکنه رانتون، میخواید که قطع کنید، خراب شده اصلا ایراد داره، دوست ندارید ادامه پیدا کنید، یا به هر دلیلی میخواید قطع کنید، کافیه که با کلید کنترل سی، کنترل سی و نگهدار قطع میشه. بعد یه چیز دیگه که لازم است بدونید، الان هنوز شروع نکرده درست حسابی مثلا اون کای اسکوئر حساب کنه، هنوز استپای اولیه هستش. خب اگر اجازه بدید مثلا حداقل 1000 استپ پیش بره، شروع میکنه یه فایلایی با فرمت CHK میسازه. CHK مخفف چک پوینت یه جورایی، یعنی فایلای چک پوینتی میسازه که به شما اجازه میده که اگر به هر دلیلی قطع بشه کدتون یا خودتون قطع کنید، دوباره بتونید از ادامهش برید. ولی تا زمانی که به اون مرحله نرسه، شما اگر هر جا که قطع کنید دیگه نمیتونید از ادامهش رو برید، باید دوباره از اول ران کنید. الان من اینجا قطعش کردم و میبینید هیچ فایل CHK هم ساخته نشده که بتونید شما رانش کنید.
من از قبل 2 تا نمونه ران کردم که برای اینکه بهتون نشون بدم که حالا به صورت کامل ران شدن و تمام شدن. ببینید فرمت فایل رو نگاه کنید، chk، اینجا chk چک پوینت هاتونه. بعد یه سری فایل لاگ هم میسازه. اگر باز کنید این در واقع مراحل پیشرفتن استپای مارکوفتون رو نشون میده که مثلا چند بار ران شده، تو هر مرحله به چه حدی از همگرایی رسیده و غیره. این عددی که میبینید نوشته convergence current convergence RMN های 1 مثلا این عدد. یه مقالات اگر مقالات مربوط به این کد رو نگاه کنید یه چیزی معرفی شده که حالا یه ابزار ریاضیاتی که فکر کنم تو دهه 90 شاید قبلتر از اون 2 نفر به نام گلمان و روبین ساختن، یه معیار آماری برای اینکه زنجیره‌های مارکوف تو الگوریتم MCMC کی به حد مطلوب برای همگرایی میرسه، کی جوابشون قابل اطمینان میشه، یعنی اونقدر پیش میرن که میتونه بگیم که خب دیگه بسه دیگه قطع بشه و همگرا شده. حالا مقاله‌شو بعد نگاه کنید، یه مقاله آماری مفصلی هستش ولی یه عددی حساب کردن معروف به عدد گلمان روبینه که معیار همگرایی گلمان روبینه که با آر منهای 1 نشونش میدن. توی منطق این کد یه جایی نوشته شده که اگر عدد آر منهای زیر 1/100 رسید کد اتوماتیک قطع میشه، یعنی به حد همگرایی مطلوب رسیده. اون عدد رو میتونه تغییر بدید. یعنی شما مقاله مختلف اگر نگاه کنید در واقع یه سریشون مثلا گزارش میگه آقا من معیار همگرایی گذاشتم آر منهای گذاشتم 1 تا، یکی میگه گذاشتم 200، یکی میگه گذاشتم 100. خب اینو باید حالا اون ببینید مقاله رو نگاه کنید، ولی با توجه به برخی از مدل ها میتونید مثلا عدد رو یه خورده متفاوت بگیرید. یعنی لزوما عدد مقدسی نیست که حتما باید 100 باشه، میتونه یه مقداری متفاوت بشه، اونم با توجه به مدل و اون داده‌ای که استفاده میکنه. پس این در واقع چیزه، این داره هی اینجا ریپورت میده که هی این چقدر کوچیک میشه که برسه به 100. اولش معمولا در اغلب مدل ها اولش آرمنه از یه عدد بزرگی شروع میشه، به خصوص اگر پرایوراتون خیلی پرت و پلا باشه یا بازاتون خیلی پرت و پلا باشه ممکنه آرمن های یکتون ممکنه حتی از مثلا 1000 شروع بشه. خب عدد بزرگی شروع بشه، ولی اگر مدل مشکل نداشته باشه، کداتون رو درست تغییر داده باشه، به تدریج که همینجوری پیش میره این عدد کوچیک میشه هی و تا برسه به 100. یه جاهای ممکنه که دوباره شروع کنه بزرگ شدن. اینم برمیگرده به همون الگوریتم MCMC، یعنی چون MCMC مثلا اینطوری هستش که شما باید توی در واقع توی مینیمم واقعی بیفته اون در واقع تا متوقف بشه، لایکلیهودتون متوقف بشه. یه وقتایی ممکنه که مینیممای لوکال باشه، یعنی ممکنه توی جای برسه آرمنه که کوچیک بشه ولی مینیمم لوکال باشه، دوباره یه ذره اونورتر که میره یه مینیمم پایینتر پیدا میکنه. خب یعنی این هستش، ولی خب باید اجازه بدید اونقدر زمان بدید که برسه اون حد همگرایی تا خودش اتوماتیک متوقف بشه. آقای دکتر 10 دقیقه مونده، ببخشید 10 دقیقه مونده. بفرمایید. کد اینه. خب من یه مقداری از زمانبندی، یه مقداری بیش از یه مقدار زمانبندی عقب افتادم. ادامه شو همینا. کلا این کدها، این کدایی که اینجوری هست مثلا گجت هم حالا ان شاء الله ساعت بعد برسم بگم، و کازم MCMC نیازی نیست که شما دستور خاصی بزنید برای ادامش، همین دستوری که هست رو بزنید خودش اون اتوماتیک چک پوینت رو میخونه و ادامهش رو میره، هیچ چیز اضافه نیاز نیست بزنید. خب من یه ذره باید سریعتر بجام. حالا پس حداقل تو این زمانی که باقی مونده، پس اینو فرض کنید که ران کردید. بعد برای پلات کردنشون هم در واقع شما میتونید یه سری اسکریپت بنویسید برای خودتون با پکیج getDist. اگر که یه پکیج هست به نام getDist که پکیج پایتونی است که همین توسط آنتون لویس نوشته شده، که میتونید با این پکیج شما این زنجیره مارکوفتون رو در واقع آنالیز کنید و پلات کنید و بیس فیت ها رو اینا حساب کنید. یعنی اگر شما به این سایت getDist داکیومنتیشن مراجعه کنید، بخش پلات گالریشو نگاه کنید، شما توضیح با مثال مختلفی توضیح داده که یه پکیج پایتونی هستش که شما میتونید استفاده کنید و باش پلات مختلفی که لازم دارید رو تولید کنید. خب
این بخش این گتیس مستقل از کازمو ام سی اس. کلا این پکیج پایتونی شما با هر نرم افزار دیگه هم الگوریتم در واقع زنجیره مارکوف تولید کنید با الگوریتم MCMC میتونید برای آنالیزش و پلات کردنش از همین پکیج گتیست استفاده کنید. میتونید مثلا چند تا داده رو با هم دیگه بندازید و مثلا پلات مختلف میتونید رسم پلات 3 بعدی حتی تا 4 بعدی یعنی داره. مثلا پلات 3 بعدیش این شکلیه که دو تا متغیر سوم به صورت رنگ نشون میده خودشو و همه اینا مثالایی که داره میتونید از اینا برای آنالیزتون استفاده کنید و ببینید که چطور میشه. برای خود تیبل پارامتراتونم اینم بگم، ببینید شما تو مقاله نگاه کنید یه تیبلی برای پارامتراتون به اسفیت پارامتراتون پیدا گزارش میکنن، درسته؟ که مثلا توش مثلا پارامترتون نوشته با یه error باری، مثلا مقالات پلانگ اگه نگاه کنید نوشته مثلا اومگا بارینیک فلان مقدار مثبت منفی فلان، یعنی error بارش گزارش کرد. با این خود پکیج گتیس شما میتونید بیاید با این مثالی هم که خودش اینجا زده میتونید تیبلی برای پارامتراتون تولید کنید که همون تیبل کد لتکی بهتون میده که همون تیبلی است که توی مقالات مردم استفاده میکنن. یعنی همون تیبلی که شما اینجا دارید رو میتونید توی فایل لتکتون هم بذارید و در واقع برای مقالاتون آماده کنید. این پکیج خیلی خوبی هست، قابلیت مختلفی داره، مثلا نمیدونم آنالیز PCA داره، نمیدونم چیزای مختلفی داره که میتونید اگر حرفه‌ای بشید توش میتونید خیلی کارهای جالبی باش بکنید و مقاله‌های حرفه‌ای باش تولید کنید. باید مثالاشو نگاه کنید، بسته به نیازتون میتونید نگاه کنید که کدومی که از این مثالایی که زده خوبه و داکیومنتیشنش هم حتما بخونید. یعنی داکیومنتیشنش هی داره آپدیت میشه و تو هر نسخهش داره یه سری آپشن اضافه میشه. ممکنه مثلا الان شما من پیش اومده مثلا الان یه اسکریپت نوشتم با گتیس برای آنالیز زنجیره مارکوف هم، بعد مثلا 6 ماه بعد یه ماه بعد هر وقت بعدی اومدم سراغش دیدم که کار نمیکنه، ارور میده. چرا؟ چون مثلا فلان آپشن بهش اضافه شده، فلان آپشن کم شده، یا مثلا ممکنه سینتکسش تغییر کرده باشه. اینو بعد داکیومنتیشنش رو چک کنید ببینید که دستوراتی که توش اضافه میشه به چه شکلی هستش و همین مثالاشو اگه شما دنبال کنید خودتون میتونید بفهمید که چه دستوری استفاده کنید برای اینکه زنجیره مارکوف تولید کنید. حتی فیلم هم میتونه براتون تولید کنه، ویدیو هم میتونه تولید کنه. اگر ببینید مثلا به صورت یه جور چیز 4 بعدی اومده اون کانتورتون رو به صورت 4 بعدی انگار اینجا پلات کرده که اینجا حالا نشون میده و چیز از این قبیل. حالا من فرصت نشد فعلا، حالا تا اینجا خب خیلی وقتمون رفت. می‌خواستم کلاس رو بهتون میگم، ساعت بعد در مورد کلاس مختصری میگم خدمتتون و بعد برم سراغ گجت که خلف وعده نکرده باشم که حالا توی شبیه سازی کیهانشناسی هم قرار بود حرف بزنیم. حالا اگر اینجا تا اینجا سوالی دارید بپرسید توی چند دقیقه که باقی مونده تا بریم برای بریک و بعد برگردیم برای شبیه سازی کیهانشناسی و کلاس. سوالی دارید؟ ندارم. خب میخواید 5 دقیقه مونده ها، بذارید شاید توی 5 دقیقه این بذارید توی 5 دقیقه حداقل از وقت استفاده کنیم. من کلاس رو هم یه اشاره بکنم قبل از اینکه بریم برای بریک. ببینید کد بولتزمان کدا انواع چندین مدل بولتزمان کد داریم که خب بسته به قابلیتایی که دارن برای آدم مختلفی کاربرد دارن. خب کد کازمو ام سی و کمبی گفتم کد فورترنی بودن. یه سری مزیت‌ها داره، یه سری معایب داره. مثلا کد کازمو ام سی مزیتش اینه که اغلب کاتالوگایی که میخواید تو خودش هست. مثلا پوشه دیتا رو اگر برید توش، تو پوشه دیتا نگاه کنید خیلی از این داده ها توش هست و آپدیتش هم منظم نسبتاً و تقریبا هم توسط همین آقای آنتون لوئیس منتشر میشه و مرجعش ایشونه. مردم الحاقیه هایی براش داشتن، مثلا تیمایی که فرض کنید که با اونایی که با نظریه افکتیو فیلد تئوری کار میکنن اومدن یه نسخه جداگانه ای رو مودیفای کردن برای افکتیو فیلد تئوری. اونایی که مثلا برای
اونایی که مثلا تو اکسیون دارک متر کار میکنن اومدن نسخه مختص خودشون برای اکسیون درست کردن. هر کدوم از این آدم‌ها تیم‌های مختلف با توجه به کاربردشون ممکن نسخه متفاوتی از این کمب و کازمسی مودیفای کرده باشن، ولی به صورت واحد، به صورت در واقع یک پارچه توسط همین آقای آنتون لوئیس منتشر میشه که هر بار هم مثلا داده‌های جدیدی که میان، اونایی که داده‌های قابل اطمینانی هستن و مردم بیشتر استفاده اونا رو اضافه میکنه و خب وایدلی یوزد هم هست، یعنی توسط خب تیم‌های بزرگ دنیا مثل تیم پلانک و غیره هم اغلب این کد استفاده میشه. ولی کدهای رقیبی هم وجود دارن که اونا مثل قابلیت دیگه دارن، از جمله کد کلاس که حالا با مونتی پایتون جوین میشه. کد کازمسی خوبیش اینه که همه خود هم بخش تئوریش هم بخش MCMCش با همه، ولی کد کلاس یه کد منفردی واسه خودش برای در واقع همین معادلات حل معادلات اینشتین بولتزمن که قابلیت خوبی هم داره، با زبان سی نوشته شده، قابلیت خوبی هم داره، یه سری آپشن اضافه نسبت به کم داره، ولی خودش فقط برای چیزه، برای همین حل معادلات اینشتین بولتزمن مثل همین کم طیف توان اینو محاسبه میکنه. برای اینکه بتونید باش MCMC انجام بدید، با داده‌های مختلف قید بذارید، باید با یه پکیج پایتونی به نام مونتی پایتون بتونید اینو با هم جوین کنید و از طریق مونتی پایتون بتونید MCMC اجرا کنید. یه قابلیت خوبی داره مونتی پایتون که حالا میتونه مزیت باشه میتونه عیب باشه، از جمله اینکه آدمای مختلف تو گیت هاب با توجه به رصدهای مختلف، مثلا یه رصد جدیدی میان یه در واقع اسکریپت جدایی می‌نویسن که الحاق میشه به اون مونتی پایتون. مثلا الان یه رصد مثلا فرض کنید جیمز وب داده‌هاش داره میاد، اگه به صورت کاتالوگ بیاد، یا میان مثلا یه اسکریپتی می‌نویسن که برای جیمز وب داده جیمز وب با این مونتی پایتون جوین کنه. از این جهت خوبه، خب آدما خودشون تونتون خودجوش اضافه میکنن بهش، ولی از اون جهت هم ممکنه که ایبن باشه اینکه خب یه چیز واحد متمرکزی وجود نداره، باید بگردید از کجا پیدا کنید و چه جوری اضافه کنید. حالا الان دیگه فکر کنم تایم استراحتتون رسیده، من فکر کنم دیگه اینجا متوقفش کنم، برید برای استراحت، یه نیم ساعت استراحت کنید، بعد برمیگردیم من به طور خلاصه کلاس و مونتی پایتون رو میگم و بعد بریم سراغ شبیه سازی کیهانشناسی که ان شاءالله امروز رو به پایان برسونیم. مرسی، ممنون.